زمان کمی طول می‌کشد تا یک روز خوب خطرناک شود، زیرا بلایای طبیعی مانند گردباد، طوفان برف و هوای یخبندان در حال افزایش هستند. برای ساکنان اوکلاهاما آماده شدن در حال حاضر می‌تواند در صورت وقوع طوفان دنیای متفاوتی ایجاد کند. بیایید از طریق برخی از مراحل ضروری برای حفظ امنیت شما و خانواده‌تان قدم برداریم. ابتدا اجازه دهید در مورد طوفان‌های برفی و هوای یخبندان صحبت کنیم. در طول طوفان برف ماندن در داخل خانه امن‌ترین است. یک کیت اضطراری با پتو، چراغ قوه، باتری و غذا و آب کافی برای چند روز آماده کنید. در دماهای انجماد مراقب منبع گرمایش خود باشید. اگر از بخاری فضایی استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که اون رو روی یک سطح ثابت قرار دهید و وسایل قابل اشتعال را دور نگه دارید. اگر می‌دانید که انتظار دمای انجماد را دارید، از قبل اقدامات احتیاطی را انجام دهید. برای جلوگیری از ترکیدن لوله‌ها، لباس‌های گرم تهیه کنید و مقداری از شیرهای سینک را بذارید که چکه کنند. اگر مجبورید بیرون بروید، یک کیت اضطراری زمستانی شامل پتو، شن یا نمک برای کشش و یک بیل کوچک در ماشین خود نگه دارید. اگر در برف گیر کردید، این به شما کمک می‌کند تا از آن خارج شوید. در هر شرایط اضطراری ارتباط کلیدی است. فهرستی از مخاطبین اضطراری داشته باشید و همه را در جریان قرار دهید که در صورت جدا شدن کجا ملاقات کنید یا با چه کسی تماس بگیرید. اگر خانه شما آسیب دیده است، ابتدا ایمنی را در اولویت قرار دهید. اگر مشکوک به نشتی یا آسیب ساختاری هستید، دریچه‌های آب ورودی به نشتی را ببندید و در صورت نیاز با اورژانس تماس بگیرید. هر گونه خسارت را با عکس ثبت کنید و در اسرع وقت خسارت را به صاحبخانه خود گزارش دهید. اگر بیمه اجاره دهنده دارید، ممکن است بتوانید برای هر یک از وسایلتان که آسیب دیده است، ادعایی کنید. اگر به پشتیبانی بیشتری نیاز دارید، با کارشناس پرونده خود تماس بگیرید. همچنین می توانید برای اطلاعات در مورد منابع محلی، از جمله ایستگاه‌های گرمایش، سرمایش و شارژ تماس بگیرید. آماده شدن برای بلایای طبیعی فقط به داشتن منابع نیست، بلکه دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید و آرامش خود را حفظ می‌کند. با انجام این مراحل، شما برای هر چیزی که طبیعت به ارمغان می‌آورد قدرتمند و آماده خواهید بود.